بچه‌ها من امروز اومدم بازی DLS رو انجام بدم. خب الان این ترکیب منه، این تلویزیون. ترکیب اصلی من لیونل مسی، هالند، کلیان امباپه، رودری، دیبروین، بلینگام، حکیمی، فندایک، دیاز، روبن دیاز، کانسلو، کورتوا. و تعویضیام هم وینیسیوس جونیور، تونی کروس، کریستیانو رونالدو، مارتینز، لوتارو مارتینز، برناندو سیلوا، کیم مینجا و در نهایت رودیگر. خب این هم از اینا. این بازی همه خواهیم بریم بازی آنلاین ببینم اولین بازی با کی میفتیم. امیدوارم تیم زیاد خوبی نباشه تا این بازی رو ببریم. خب اولین بازی ببینم با کی میفتیم. یا خدا استرس دارم خیلی. یه لحظه بچه‌ها. کاپیتان و فندایک، پنالتی کلیان امباپه، فریکیک لیونل مسی، کورنر هم دیبروینه. خب بازی رو استارت کردم. ببینم الان با کی میفتیم. امیدوارم با تیم خوبی نیفتیم. خب این فعلا ترکیب منه. ترکیب حریف این ترکیب من، اینم از ترکیب حریف. مثل اینکه زیاد خوب به نظر نمیاد. خب بازی شروع میکنه. ترکیب حریف مثل اینکه داره خیلی خوب بازی میکنه. ارلینگ هالند، کانسلو توپو بر میداره ولی باز میداره بر اوت به نفع ما خودمون. رودری با دروازه‌بان تک به تک، تک به تک، وای تک تک، وای اشتباه کردم، وای اشتباه بدی ولی کردم. میخواستم اول هیت بزنم، بعد نظرم عوض شد گفتم شد بزنم ولی یه دستم خورد توی مسی. دیبروینه میکشه، حالا کلیان امباپه میرسه، کورنر. دیبروینه سانت میکنه و دیبروینه و هالند گل اول به ثمر میرسونه. ارلینگ هالند مسعودی. خب پدری میکشه، حالا کورتوا میکشه، نزدیک بود گل بخوریم. روبن دیاز، کورتوا میکشه، خب بازم کورتوا پاسو میده به جو کانسلو میده به کلیان امباپه ولی خطا. این کارت قرمز داره ولی زرد دیگه چیکار کنیم. جو کانسلو، کلیان امباپه یه اشتباه و توپ میره بیرون. بازم امباپه تک به تک با دروازه‌بان. امباپه نشد. ارلینگ هالند پاس میده به امباپه باز سانتر بکنه. امباپه سانترش خیلی بد. بازیکن ناشناس. موقعیت برای تیم حریف. به تو فندایک توپو در میاره. ارلینگ هالند آلوارز، روبن دیاز، مسی آلوارز یه گل دیدنی میزنه. آلوارز بازی 1-1 شد. وای پاس میده به رودری. دیبروینه پاس میده به هالند. یه تک به تک میشدیم. خب به نظر من که رودیگر رو جای کانسلو تعویض کنیم.
وینیسیوس جونیور به جای کلیان امباپه، مسی به جای مارتینز و کروس به جای بلینگام. خب رفتیم سراغ بازی. من از یه روش استفاده میکنم. خب یه پاس میدم به دروازه‌بان، بعد میکشم اینجا پاس رو نشد این بار. خب حالا شاید توی ویدیوهای بعدی باشه. لطفا پیج منو ساب کنید تا زودتر به 1K برسم. هنوز 1K هم نشدم. این دومین ویدیویه که دارم میذارم. خب الان بریم سراغ بازیمون. خب یه اشتباه میکنم تیم حریف. وینیسیوس میره توپو برمیداره تک به تک با دروازه‌بان. وینیسیوس گلو میزنه. وینیسیوس جونیور گل 2-1 میزنه. وینیسیوس جونیور گل لای نشد جدیدن مهم نیست. خب ارلینگ هالند نمیتونه توپ ازش برداره. حکیمی توپو دور میکنه. دیبروینه کروس توپ از کروس بر میدارن. لیونل مسی شوتو میزنه از روی دور ولی گل نمیشه. خب الان پاسو میدیم به ویرجیل فندایک. توپو میکشه. اینم مارتینز میتونه میرسه یا نه؟ نمیتونه برسه. فندایک میره و توپو میکشه. لوتارو مارتینز وای مارتینز نمیرسه. امیلیانو مارتینز پاس میده. خب رودیگر فندایک توپو بر میداره و یه تاکل. لوتارو مارتینز نمیرسه. کروس هالند تک به تک. هالند گل 3-1 به نفع تیم رئال مادرید. اسم تیمم رئال مادریده. خب امیدوارم دقیقه 83 هست الان و 3-1 به نفع تیم رئال مادرید، یعنی تیم خودمون. پاس میده به وینیسیوس جونیور یک اشتباه. آلوارز پاس میده به مسی آلوارز تک به تک دروازه‌بانو میارن جلو ولی بازم گلو میخوری. در دقیقه 92 دقیقه وقت اضافه گلو میخوری. پاسو میدم به دروازه‌بان و بازی تموم میشه. 3-2 به نفع تیم رئال مادرید و بهترین بازیکن ارلینگ هالند با یک گل وینیسیوس جونیور و 2 گل هالند و پاس گل‌های تونی کروس، رودری و دیبروینه. خب حالا میریم بعدی ببینم چه چیزایی برام میده. 14 تا الماس. خب ببینم کیا اومدن اینجا. که بازیکن خوب نیومده بخریم. من همیشه بازیکن قرار میفروشم تا تیمم ارتقا بدم. عرضه ها ببینم. روبن دیاز 86 نمیرس. خب امیدوار باشم از این ویدیو لذت برده باشید و پیج منو حتما دنبال کنید و سابسکرایب کنید. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.